اکا از راستی که کارت کلاس تو هستی؟ چی شد؟ معقول نشدم یا گوشهای تو کار است؟ گفتم که آدمی اندک مندک نیستم. بخشی شکر ندونسته. استغفرالله بچه ها، این خیلی شدنش ممکن این خیلی میشود. غمگین نشوه. خیلی که وعده دادم پول قرضت رو میارم. ایلش اگر نفورم نمیارم. فهمیدی؟ خیر بچه ها، شما رو برای کنم. میبخشین اکا، شما رو یک ثانیه ممکن؟ چی شد؟ بخیر است؟ شما رو باید به نزد سردار بریم. برای چی من رو نزد سردارت میبری؟ اکا سردارم مخلص شما هست. اگر اومدن شما رو فهمد و شما رو به نزد اون نبردنم رو فهمد، ما رو بسیار جنگ میکنند. مخلص من است؟ شما رو باید به نزد او ببرید. از نام من به سردار سلام بگو. دفعه دیگر روز دیگر که آمدم میدرایم. مایلش اکا، لیکن حاضر باید به نزد سردار رویم. گفتم که روز دیگر آمدم با پیشش میدرایم. اکا جان لطفاً به نزد او برویم. من فهمیدم رفیقان شما رو همراهی کنند. خیر مایلش، امروز رفتم رو میبینم. تمام مایلش. اکا جان رفتیم اکا. پیش دارید بچه‌ها. زود به سردار خبر ده. مرحمت. خوراکی نصف روزی رو خوردیم. مرا ببخش جانم. خوش آمدید جانم. خوش باشه جانم. کنی بگو کی با کی یک جویا بودم؟ با کی؟ با لوینت. زهرا. جانم یگون چیز شد؟ با یک دوستم گپ زدم، به همین خاطر سرم درد دارد. یعنی او چی گفت که سری تو درد دارد؟ از آدمی که با اویل دار است در اصل از دیگر بودن اون آدم شبهه داشته است. این چی معنی دارد؟ دختر فکر میکند که با شخص مهندس و نامش ازگور اویل دار میشود. بعد یک روز میفهمد که آدم نه مهندس نه نامش ازگور بوده است، یعنی دختر را فریب داده است. این خیلی شخص نبوده است. اگر تو میبودی چی کار میکردی سیلی؟ راستی گپ زورو اگر من میبودم راست از شوهرم میپرسیدم. راست میپرسیدی یعنی؟ راست میپرسیدم. چی میکردم دیگر مگر از پسش یکم آدم میموندم؟ ای زورو، در این باره یک فیلم تماشا کردم. آدم قاتل شدید است. به خدا بسیار ترسوار. وای سلیلی بس کن، مرا نترسان. آخر من خودم از فیلم های دهشتناک میترسم. خاموش باش. من باز شنگو کسم اکا من نشه فروش نیستم اکا اخی من خاموش میکشم. اکا شخصی که محلوی درباره شکایت کردن انا همین است. برداشت آوردنش. این کثافت حرام همان حریف است؟ بله اکا. از بالایش شکایت شده است. در محله یک کودک را نشامان کرده ای. او باشد از خانه گریخته است. با نوم الله اکا من نشه نمیفروشم اخی. شما باید درست فهمید. این من عرق میخورم. این کار را رد نکن که جزایت وزنین میشود. بریگه حرام. اکا مرده او را یک لطو کوب کنم. این مراتب راست گفتی. خیر نباشد میکنم. اکا جون رحم کنید. التماس رحم کنید. ما یا ولی کلو نمیخورم. ای خنیگا، تو مگر با کودکان مردم رحم کردی که ما با تو رحم کنیم؟ مرا گوش کنید. با این نشه جلاب مقدار زیادی نشدید تا که بیهوش شود. بعد به گرداب دریا پرتوید. بگذار گرداب دریا او را به خری زمین برد. جای این نشه جلاب دوزخ است. یعنی پیش درا. اکا یک چیز گویم. انا این مسئله کشتن رو از داملا پرسیدن در کار گناه است گفتم داخل. من نمیگویم که او را کشید. تنها با اون نشه داده به دریا پرتوید. فهمو مایلش رفتی پیش درا. اشتر یک دقیقه یک رفته کنی از داملا پرسیم که این با کشتن داخل می شود یا نمی شود. از داملا یک دستور گیریم کنی رفته. کنی پیش درا. باورم نمیآید. به خدا که باورم نمیآید سیلین. تو در اون طرفخانه چیکارها کردی؟ مگر اون رفتار به تو زیبنده است؟ چی؟ مگر لوین به من محقول است؟ نه جانم، این چی علاقه دارد؟ پس چرا او رو در نزد شوبه انتظارم برای دیدن او آمدم؟ انا به بیرون برآمد. چی یعنی؟ من با او عاشق می شوم؟ ای بس است.
خودم گپ زده ایستادم. سفسطه میگویم. یا خدایا من چرا خود به خود خندیده ایستادم؟ ای بس است آخیر. سفسطه نگوی. لوین تنها دوستی من است. دیگر از این زیاد باز چی میشود؟ از این زیاد شده نمیتواند. ناممکن است. انا حاضر من از اینجا زود میروم. لوینت تشکر. فهمم. سلام علیکم دوملا. و علیکم السلام. اکا ما هم جشینه. مایلش. عاشقم عاشق برویت گر نمیدانی بدان، سوختم در آرزویت گر نمیدانی بدان. آی تو چی گفته سوده خودت را به دست گیر؟ شب لیلی به مجنون گفت ای عاشق شیدا، تو را عاشق شود پیدا، ولیکن مجنون نخواهد شد. آه لیلی، آه لیلی. چی گپ است؟ خاموش. ای دوملا، با شما یک سوال داشتم. مرحمت آقای کمال. دوملا، در محله ما یک بیشرف یک کودک را بیراه کرده است. نشأه فروخته کودکان را نشأه‌مند میکند. وای بیشرف نادم. با این خیل آدمان هیچ رحمی نکرده این حرامی را گرفتن نابود میکنی. همین قدر میگویم. اما البته که این خیل کردن لازم نیست. این خیل آدم ها را باید اصلاح کنیم. دوملا، لطو کوب کرده اصلاح کردن جایز است؟ لطو کوب کردن؟ تا مردنش لطو کوب کنیم تا که اصلاح شود. آخر این خیل نمیشود آقای کنان. این خیل نکنید. دامولا با اجازت شما بخیزم. البته. چی شد؟ ناراحت شدید آقا؟ نه استغفرالله. نه آقای خلیل بیا همین هم خیستنی بودن. خیر تو مالش روز بخیر. ای خانم سله شما در اینجا چی میکنید؟ برای اومدنتان ممنونم. من از دیدن تو بسیار خرسند شدم. کدام شما رو به اینجا آورد؟ یک دقیقه مگر شما به اینجا به دیدن من اومدید؟ تو چی سفسطه گفته ایستاده یا؟ من آخر چرا برای دیدن تو آیم؟ چرا بیایم؟ تو چی رو اشاره کردنی لوین؟ چی رو اشاره کردنی؟ نه استغفرالله خانم سلیمان، من هیچ رو اشاره نکرده ایستادم. یا خدای توبت، مگر شهروند عادی اومده در نزد شعبه پلیس ایستاده نمیتواند؟ تو چی گفتنی هستی؟ چی رو تو اشاره کردن میخوایی؟ نه آخر. آخر یک دقیقه من یک شکایت دارم. شکایت دارید؟ بله شکایت دارم. مایل شکایتتون رو با من گوید. چی؟ من ماشینم رو در مکانی خطا گذاشته بودم. با من جریمه ننوشتن. چی خیر ننوشته باشم باز خوب. لوین ماشینم رو میگویم با جای گذاشتن که در اونجا گذاشتن ممکن نبود. یکی دیدم که به همه جریمه نوشتن، با من چرا به من ننوشتن؟ چرا حتی دیدم که آینه پاکنکو در جایشون ایستادن، از دیگران موشن برداشته بودن، چرا از من در جایش ایستادن؟ لوین جان لطفاً از تو خواهش میکنم با شعبه‌های بازرسی اتومبیلی به رفیقانت این حالت رو خبردار میکنم. من نمیخواهم که حق دیگر آدمان به من گذرد، حق یگان کس به من نگذرد. مالش خانم سلی اینجا شعبه پلیس است، بیدیا نیست. من گپم رو گفتم. خیر تا بازدید خودت رو احتیاط کن. خانم سلینا معلوم که مشکلی داره اما نامعلوم. کاش که نسبت من کمتر آشکار رفتار میکنی. نه معلوم که خانم سلین لوین رو دوست نمیدارم. نابود. اما لوین سلین رو دوست میدارم.
домло лабай медонед ман ба шумо ваъда дода будам ки дигар асло одам намекушам. ман аз гапам намегардам. ана ман мегӯям ки ин даншаҷалобро ба дарё партофта кушем мешавад. оғои канон агар хоҳед ин тавр кунед шумо ин беномусро ба дарё партоед дар об хуб нигоҳаш доред баъд аз он ӯро гирифта ба назди ман биёред ман насиҳат мекунам албатта ки агар насиҳатро ҳам бифаҳмад. майлаш домло хайр набошад мо ин хел мекунем бо иҷозати шумо рӯз ба хайр. рӯзи шумо ҳам бахайр. хезед меравем. لیلی من سیوال جان السلام تو رو بسیار دوست می‌دارم و می‌خوام که یک سر رو دو سر کنیم. تو رو مگر به حبس نکشیده بودن؟ برای دیدار تو رو دیدن از محبس فرار کردم. های مرا گوش کن از اینجا نبوچم مرا به داد زدن مجبور نکن من دیگر با تو کاری ندارم دفشن زود باش. خیر جانا کم عصبی نشو رفته است دادم. بیرم. مایلش خیلی شرف می‌روی. رفته می‌بینی در اصل خود اینها رو با دریا پرتافتن لازم است. چی کار کنم؟ چی؟ یعنی کالتکیل از خودت بوده ای؟ بله منم. من بسیار هم مخلص تویم. ممنونم. در مجله ها آن حادثه های بسیار هم نوتکرارت را بردوام میخوانم. از شما برای همش سپاسگزارم. تو دیواری راست را هم میبرآمده ای. چقدر خواهی میبرایم اکا. اما البته که اگر دیوار راستی بد باشد با آن هم برآمدن کمتر مشکل است. کمتر چخروپسی باشد آزادانه میبرایم میروم با من مشکل نیست. من کالتکیل هستم کو. بسیار خوب. کن یک برای ما دیوار را برای ما هم بینیم. اگه شوخ بوده ای با خدا. برای شما اکا با خدا اکا بسیار شما شوخ بوده اید. بسیار شوخ بوده اید. شما با مثل همون پدری که برای پسرش میگوید پسرم کنی به همین دیوال یک جهیده برای امک‌های دم گیرن. اکا این نسخشی نه دیوال برای کاری آسان نیست. چرا سپورش میدید شما؟ این چخیل گویم هنگام عملیات خود به خود الهام میوید میبرایم. یعنی این وقت ساعت دارم با سپورش نمیشود. راست میگویی. با تو آشکارا گپ میزنم. از ما قرضدار بوده ای. اکا نپرس. این خطای تکنیکی بود. من در حیاتم مغلوب نشدم. یک مرد در آنجا با قاش میجهش مرا گیپنوز کرد. کمی فریب خوردم. اما شما فکر نکنید پول رو میارم. نه در کار نیست. من قرضی تو را تازه میکنم. حتی بر بالای آن پول هم میگیری. یا خدایا. باور کنین وقتی که از این در آمدم شما رو دیدم با خودم گفتم این انسان مبارک کی باشد که از رویش نور میبارد. باور کنید اکا شما با مثل ملائکه هستید اما بینید اطرافیاتون رو بینید این مرده های خنک رو بینید اینا لایق شما نیستند اکا. چرا رویتون رو تروش کرده قواق میاندازید؟ میمره از سردارتون عبرت بگیرید. ایرا بین میگی سوزوندشونه ای. اکا جان با خدا مرا در خجالت گذاشته. دلم نسبت شما بسیار گرم شد. با تو یک کاری مهم دارم. بفرمایید اولیا حضرت. چیکار بود است؟ گپ را دراز کردن نمیخواهم. از آثارخانه ملی همون یک دو چیز را دزدیدن لازم. چیکار میکنم؟ چخیل دزدی اکا؟ از من نرنج. و تو بر این یک قهرمان بی‌نظیر کلمه دزدی کمتر ناجا شده اما تو این رو چخیل میگویی؟ نه اکا ما هم دزدی میگوییم اما این کار ناگهانی شد. خوب از راضی شدنت خرسند شدم. تا پگاه شب به تو مهلت. من این کار رو حل کن. من این رو بگیر. اکا من که راضی شدم؟ من حالا مسئله رو نفهمیدم. این چه خیلی رفتار است؟ این چی است اکا؟ در آنجا درباره چیزی را که باید بدزدی نوشته شده است. تمام معلومات هایی که به تو لازم می شوند در آنجا قید کرده شده است. یگان جای نافهمی هست؟ اکا من کارتون رو حل میکردم اما من وقت ندارم. همین که وقتم شد اولین فرمانی که به جا میارم فرمان شما است. راست گم این کاری میده چویده است.
وقتی خالی که شد حل میکنم. تمام؟ از دیدارتون شدم. خیر یا بسم الله. ایست. مرا گوش کن، این حجت در تو میایستد. پگاه ساعت 10 به این سراغ میایی، قرضت رو تازه میکنی و بالایش هم پولی نقد میدیم. شرط همین است، هر کسی که با خواستی من راضی نمیشود او را نیست و نابود میکنیم. خودت این را خوب میدانی. آنجا در نزد در 3 محافظ سلاحدار است. با سیستم کامیراها احاطه شده است. نام تو بیهوده کلت کلاس نیست. تو با یگان واسطه راهش را یافته به داخل می‌داری. من حجت ها را گرفتم اکا. کارت حل است. این طور باشد از پی کار شد. مرحمت. سلام. من هم شما را انتظار بودم. بخیر است. با شما در یک موضوع گپ زدنی. درسترش از شما یک سوال رو پرسیدنی بودم. مالش پرسیدم میتوانید، لیکن من یک دفتر داشتم. عجب اون رو ندیدید؟ دیدم. در کجا؟ در اینجاست. رحمان. این دفتر چیست؟ نه هیچ چیز نه. دفتر است که در آن دوها نوشته شدن. برای من بسیار مهم است. شما چی پرسیدن نبودید؟ داملا زیا. لبای خانم؟ یا که مگر یگان نام دیگر میگفتن؟ یعنی چی خیل؟ چی گفتن نبودید؟ مرحمت. زهرا جان، اپای حاله بای از نی اونالم با زیارتی بابایم اومدن. از نی اونالم با داملا زیا شناس شدن میخواهد. در کجایم بلیس جان؟ در حجره بابایم. مایلش ما کمتر پس می آیم. رحمت کلام. مایلش. من باید زود روم. بخیر است داملا به کجا می روی؟ فراموش کردم. در محله ما خاله رمزیه گفتن یک زن است. نبیرش امتحان دارد. برای او دعا خواندنم لازم است. همین خیل. همین خیل. بای از نی اونالم حالا هم شناس نشده. به فکر شما این عجیب نیست؟ بله البته عجیب است، اما سراسیمه نیست. انتظار شده میتوانم. سراسیمه نیست. بله تو بازدید. سراسیمه نبوده است. زلک جان این از کجا برام؟ یزنا داملا در خانه است. بیایید درید یک بار شناس میشوید. خوب شناسایی همه روز بوده است. بیا رفته. بیا شناس شویم. همین تو نمیرسیده آخر. بیایید. داملا زیا. داملا زیا. حاضر در همین جا بود. به کجا آخر این از یزنم گریخته شده است. اما چرا؟ یا که مگر گریزه است؟ در لباسی داملای ساخته شبری ساخته. گریزه بوده میتواند؟ شده نمیتواند؟ نمیتواند. یا قاتل است. دوست گریزه قاتل. یا خدای تو به این آدم کی است؟ تو کیستی؟ برباس درد نداری خواب میره. من چیکار کنم؟ با بیتول همه چیز رو گفتم. کنان از یک طرف اونال از یک طرف از پیام هستن. این خیلی نمیشود آخر. روزی میشود که من رو دستگیر میکنن. دردم تمام نمیشود. نه تمام نمیشود. ببخشید آقا، وظیفه من نیست، اما ناگفته گذشته نمیتوانم. شوکتی که دربارتون همچون راننده گرفتید اونقدر آدمی باورناک نیست. این چه گپ است؟ این رو چه گویم؟ شوکت دوستی از همه نزدیک کلت کلاس است. حالا میگوید که او نمیخوریم، اما باز هم به او باور کردن لازم نیست. کی گفتید یزنا دوستی نزدیک کیست؟ کلت کلاس.
азизам, ҳоло ҳам калтакилос мекунӣ? хоҳиш мекунам дар бораи гап назан. агар маро ҳурмат накунӣ, ақаллан бобоямро ҳурмат бикун. айб аст, бас аст охир. ҳале ин чӣ алоқа дорад? бигзор, аҳамият наде духтарам. мегӯян ки ҷон мебарояду одат намебарояд. аммо мо бо ин ҷаноб ба ҳамаш одат мекунем. ҳамин тавр не домодҷон? ман чӣ гуфтам ки? тамом, дигар гап назан. шавқат ҳам дӯсти наздики домулозиё ва калтакилас аст. домулозиё ҳам дар асл домуло нест. яке домуло бошад, номашро иваз карда бошад. девона мешавам, девона мешавам. зӯроҷон, хуб ҳастӣ? хубам апа. бародар, туро бисёр ёд кардам. чӣ хеле сози тинҷӣ? дар берун чӣ мекунӣ? бо шарик чанд шах дорӣ? оядаматро гир. боз аз омаданат хайр нест. боз сара дар бало аст. чӣ шуд? боз қимор. ба кӯмакат эҳтиёҷ дорам, келас. шавкат, ба ман дар бораи қимор гап назан. аз ростӣ ки сарам ҳоло бисёр вайрон аст. худо ҷазоятро диҳад. ту дигар ислоҳ намешавӣ. келасҷон, вазъият бисёр муташиннаж аст. ба худо ёрдам накунӣ, мекушам. вой шавкат, ту магар ба ман фоида меорӣ ки ба мизи қимор мешинӣ? ба худо ҳамин маротиба охирин бор, охирин. бас кун шавкат, аз барои худо бас кун. барои наҷоти ту ман чиҳо кардам? ҳамчун имом омада одамонро қонеъ кардам. мушзан шуда ба ринг баромада мушт хӯрдам. ман дигар чӣ кор кунам? аммо ту ҳеҷ ба ақл намешавӣ. ба худо ки ҳамаи некиҳоя дорам фаромӯш накардам, бародар. аммо ин маротиба ба ягон кор карда маҷбур нестӣ. танҳо худат бошӣ бас. ту чӣ мегӯӣ? анавай одамон чун ба сӯи ман ҳуҷум кардан, албатта ба хотире ки қарзамро пардохт кунам. баъд аз чор тараф ба сӯи ман ҳамла кардан, дигар манам ягон надонистам ки чӣ хеле ин вазъият бароям. ба он одамҳо гуфтам ки ман калтакелас ҳастам. калтакеласам гуфтӣ? бале, калтакеласам гуфтам. барои он ки ба ман бовар кунанд ки аз ягон ҷо пул мул дузида қарзашонро пардохт мекунам. дигар гап набуд ки калтакеласам гуфтӣ? ин хел нагӯ бародар, ту қаҳрамони машҳур ҳастӣ. чун гуфтам калтакеласам, ҳамааш маро аллакай ҳурмат кардан, рост истодан. гапзанишон дигар шуд, маро рост ба назди сардорашон бурдан. сардорашон мухлиси ту аст. шавкат, аз ростӣ ҳозир даҳону биниятро мешканам. гуфт ки модоме ки ту калтакелас ҳастӣ, барои пардохт кардани қарзат ва барои пул кор карданат барои ман як кор мекунӣ. яъне аз куҷое рафта чизеро дуздида ба ӯ бурдан дар кор. нақшаашро ба ман дод. то пага саҳар бояд ин кор ҳал шавад, вагарна маро мекушад. шавкат, бисёр корат вазин аст. аз дасти ман ягон кор намеояд. ба ту барори кор. бародар, ту чиҳо мегӯӣ? агар ин корро иҷро накунем, ӯ маро мекушад. ӯ аз як ҷоя мегӯяд дуз ки бисёр мушкил аст. ман чӣ хел медуздам? ба ман чӣ? инро пеш аз оне ки ба онҳо ман калтакеласам гуфтанат бояд фикр мекардӣ? бародар, он одамҳо бисёр одамони хатарноканд. агар ба ман кӯмак накунӣ, ман зинда намемонам. зинда намон охир. фаҳмидӣ бародар, зинда намон. тамоми махлуқотҳои табиат мақсади зиндагӣ доранд, аммо ту чӣ мақсад дорӣ нафаҳмидам. ба ту мегӯям ки онҳо маро мекушанд, ту боши олами ҳайвонот нақл дорӣ. бародар, ту магар фикри маро намекунӣ? фикр мекунам. ман туро аз ҳад зиёд фикр мекунам. аммо ту маро фикр намекунӣ. боз омада дар ин ҷо ба ман гап мезанӣ. ё худоя тавба. худо бизанатаи. ман ҳоло чӣ хел хуб меравам, ки будани ин одамро муайян накарда дар як куҷо бо ӯ хобидам. натарсу. агар ягон шахси хатарнок мебуд, хатогиашро медидӣ. не, номумкин аст. то ин дам зарарашро мерасонад. домулозиё одами хуб аст. хубу охир ин домулозиё нест. пас ки аст аҷабо? хубаш ба назди язнаи уналам меравам. шояд ӯ ба ман кӯмак мекунад. аммо баъди он бобоям ҳам мефаҳмад. боз бемор мешавад. не, бобоям ҳатто касе намефаҳмад. набояд фаҳмад. ки аст ин одам? ки? язна салом, бекор ҳастӣ? зӯроҷон, хуш омадӣ. бале бекорам. марҳамат чин. خوش آمدید خانم زورا. سلام لوین، چه حال داری؟ از پس کارو بار. شما چه خیر؟ تشکر زیاد. بخیر است. یگون مشکلی داری؟ یگون مشکلی ندارم. یازم من برای یک چیز رو پرسیدنی اومدم. مایلش مرحمت پرس. کالتاکیلاس رو.
در اصل من معلومات گرفتن میخواستم. یک دوگانم در دانشگاه در باره جنایتکاران مقاله میخواد تایر کنم. ها خیر نباشد دوگانت خودش بیاید، ما به حکومت میکنیم. همین خیلی نلیوند. بله از دستمون چیزی باید میکنیم. نمیشه بعد دوگانم اومدن نمیتواند، چون که او در امریکا تحصیل میکنه. بسیار دور است سردارم، بسیار دور است. من به او معلومات میدهم. ها اما چه خیلی معلومات من نفهمیدم. مثلا چرا نامش کلتکیلس است؟ از اینجا آغاز کردن میتوانیم؟ حاضر به شما میفهمونم از سببی که به دیواری راست برآمده میتواند لقبش کلتکیلس است. دیواری راست را میبراید؟ البته که میبراید. بسیار عجیب. ها عجیبیش با این به آخر نمیرسد، یعنی به همه جای خواستش در آمده میتواند، هر قفل خواستش رو کشاده میتواند. خواستنش کفایه است و بسیار آدمی مدنیتناک است. خوب میرقصد، پیانینو مینوازد، مود رو نیز خوب میداند، ماشین ها رو میداند و خوب میداند. ماشین رو با کار دراره. در کتفش باشد یک رسمی کارتکیلس کشیدگی است. در کتف چپش از نه؟ بله در کتف چپش. لقب آدم که کلتکیلس باشد در دستش رسمی کلتکیلس میکشه. اگر خراب کشه رسوا میشود. خانم زورا سردارم اونال با شما چه خیلی دستگیر کردن کلتکیلس رو فهمون؟ بس اصلی به یک لحظه سردارم بس نیست، باید من با خانم زورا فهمونم. اکنون گوش کن، سردارم اونال یک حیات از قفای کلتکیلس میدوید. یک روز کلتکیلس به درون آتش در آمده یک طفل رو نجات داد. از درون آتشی تفسان بچه اکی غلچبه که بیرون برآورد. گفته مرده کلتکیلس جوان مرد حقیقی است. او اگر طفل رو نجات نمیداد سردارم هرگز او را دستگیر کرده نمیتوانست. بزرگی بیرون برا. آخر سردارم من پیسرم برا گپ رو نمیفهمی. راستی که با گفتیم در بالا ماندیم. لون اوکی. بی فراست. استاد ها هجری. استاد یک سوال دارم. خیلی بپرس هجری. استاد قرضی با فایز چی بگیری چی بدهی گناه هست همین خیلی؟ بله استاد یعنی که ریبا حرام است همین طوره؟ استاد من همین رو مشاهده کردم. هر کسی که قرضی با فایز گرفت عاقبتش بد شد و با قرض غوطه زد. تو چی قرضی با فایز گرفتی؟ نه استاد، دوستم حاجی نعمت قرضی با فایز گرفت و حالا در وضعیت متشنج قرار دارد. هجری ریبا البته حرام است. استاد همین رو پورا فهمونید من نویسم و به حاجی نعمت گویم که این حرام است. میدونی هجری، نه یعنی هر کسی که با ریبا سر و کار گیرد چی ریبا دیاد چی ریبا گیرد عاقبتش میشه دوستی تو بد میشود و حاجی نعمت به نعمت میشود. فهمیدی؟ خوبتر فهمونید استاد. هجری با آدم روزدار بسیار سوال نده که گناه است. استاد شما هم روزدارید؟ بگاه خانه بیاید افطار میکنیم. افطار است وقتی روزکشویی شده. تمام شد مایلش. گوش کن هجری، در حق دوست دعا کن. در اونجا اول دوستی تو گناهکار است که قرضی با فایز گرفته است. او میدونست که این کار گناه است اما دیده و دانسته خودش رو به چاه پرتافته است. در این ماه مبارک در حقش دعا کنید تا از قرض خلاص شود. مایلش بگذار شبانه هم روزه گیرد. همین طور خداوند کارش رو سبب میکند و با او بگو دیگر قرضی با فایز نگیرد که عاقبتش بدتر میشود. فهمیدی؟ فهمیدم استاد. خوب فهمیدی؟ همش رو نوشتم استاد. خوب مایلش، همین چیزی که با تو گفتم با حاجی نعمت میرسونی. مایلش خدا از شما راضی باشد استاد. رحمت از تو هم. خیر استاد، روزتون بخیر. روزهای خوش هجری، روزهای خوش. اکا
چه شد؟ دیگر با من این خیل از دوری دست نافشون میلش، چونان حس کردم که گویو مرا بوس پرتفته از من جدا میشوی. بیتول خواهر عزیزم چرا تو این خیلی چیزها رو فکر میکنی؟ اینجا بیا. دیگر اصلا جدا نمیشویم، فهمیدی؟ تو این خیلی چیزها رو فکر نکن، صدقه تو شو. از این بعد دایم ما یک جای میشویم بیتول، دایم. میلش. تمام. میلش. یه زمان به این آدم بسیار تعجب کردم. یک صورتش رو از نزدیک دیدم میتونم؟ صورتش؟ متاسفانه صورتش نیست. صورتش نیست؟ نیست. تشتهایم، صورتهایم، هر چیزی که در برای من است یگان تاش رو نشان نمیدی، فهمیدی؟ یا خدای توبه، آدمی که با او ازدواج سفته کردم کارتکیلس بوده است. بوده نمیتواند. خدایم لطفاً این خیل نباشد، کارتکیلس نباشد. کی باشه؟ لابه شب بخیر آقای کلتکیلس، خوب هستی؟ چی؟ رفیقت در دستمان است، با خبر باش. برادر شما چی گفته ایستاده اید؟ من فکرم خطا کردید. خطا کردم؟ کنی بینیم این آواز را میشناسی؟ برادر نه دیوال دا بر آمدم که چپه شیدم بیا مرا نجاده. شوکت گردم کفی. آوازش را شنیدی؟ ما همه چیز را فهمیدیم. در اصل کلتکیلس تو بوده ای. از من چی میخواهید؟ خواطر نشو. در حالی حاضر تو را آنقدر مانده نمی کنیم. حیات رفیقت در بالای انگشتانمان است. چیزی خواسته هم آن را دزدیده به ما می آری. سراغه را با پیامک به تو می فرستم. شوکت در اینجا خودم با یک قطار مشکلی ها رو برویم، از دیگر طرف تو میبروی. این به کجا رفته سادسان؟ تو کیستی ها؟ حالا میفهمیم. شبیه این در اوساخونه چی میکوبه؟ سببی که به دیواری راست برآمده میتواند لقب کلتکیلس است. ممکن است.
نروید نگریزید زود باشید مالش من به این طرف شما به اون طرف یک بار چوبان مایزده شده بود که داملای حقیقی این مسجد منم اسب بلوغ هستم. از سببی که به دیواری راز برآمده میتواند لقبش کتکیلس است.